حضور حامیان آرمان فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی در خیابان‌های مرکزی لندن در هفتمین هفته پی در پی. من ایرلندیم. مردم ایرلند هم کنار مردم فلسطین ایستادند و درد اونها رو به خوبی حس می‌کنند، چرا که شرایط ما هم شبیه فلسطینی ها بود و ما هم 800 سال زیر اشغال انگلیس به سر بردیم، اما با مقاومت و مبارزه به استقلال رسیدیم و معتقدیم پیروزی از آن فلسطینیان است. حاضران در این تظاهرات با برافراشتن هزاران پرچم فلسطین و سر دادن شعار آزادی سرزمین فلسطینیان از بحر تا نهر، اسرائیل رژیمی تروریستی و کودک کشه است، جنایتکاران را محاکمه و مجازات کنید، برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس حمایت دولت و مجلس این کشور از رژیم صهیونیستی در حال نسل کشی فلسطینیان را شرم‌آور دانستند و پایان دادن به این سیاست را خواستار شدند. من هم مثل بقیه برای آتش بس دائم و توقف نسل‌کشی فلسطینیان آمدم که دهه هاست ادامه دارد. زخم ناشی از کشتار فلسطینیان جز با پایان اشغالگری و مجازات عاملان کشتار زنان و کودکان التیام نخواهد یافت. حاضران در این تظاهرات میگویند به رغم همه حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین پیروز نهایی جنگ در غزه‌اند. اونها تجهیزات جنگی دارند، پول دارند، حمایت همه جانبه دولت‌های غربی رو دارند، اما فلسطینی‌ها حق دارند و برای تحقق حق پافشاری می‌کنند و بیشک حق همیشه پیروز است. آتش بس در غزه سبب نشد در اینجا آزادی خواهان و عدالت طلبان از قشرها، ملیت‌ها و ادیان مختلف میدان دفاع از آرمان فلسطین را خالی کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.